منوی بتایی بدون باشی خدایی تاکسر عدیش نشنگه خودش دیری میزنه حدیث صوبه لنگه قره اصل نژاد، مسعود حبل، فریبرز چسخل در آریوشن. آخ اوی 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 آخ آخ اوی عجب میز کوریه ها، میزای قدیم. وای چقدر سرم درد میکنه، من چرا اینجا خوابیده بودم؟ اینجا چرا انقدر به هم ریخته است؟ مسعود، مسعود، این کیه دیگه؟ اینا اینجا چیکار میکنه؟ ای پاشو برو ببینم چی شده اینجا، چه خبره؟ این کیه دیگه؟ چقدر شبیه مسعود مگه اصلا خواهر داشت؟ ای بلند شو ببینم تو کی هستی؟ بابا خره تو یه صبح نذاشتی ما اینا آدم بخوابیم ما، سرم خیلی درد میکنه. این دیگه چیه تن من؟ کی اینو تن من کرده؟ وای اینجا چقدر شلوغه، چه خبر شده اینجا؟ من میدونم کار کیه، کار این فریبرز دیوسه، باور کن. خود فریبرز کجاست اون وقت؟ کمک کنید، کمک، من از بلندی میترسم. وای وای کسخل کجا گیر کرده؟ بودو بیا بریم ببینم. آقای کارگردان کجایی؟ نگاه کن تیره بخت کردن تو چونم. فریبرز تو چجوری رفتی اون بالا؟ آقای کارگردان من از ارتفاع خیلی میترسم. اوه مسعود کاستوم پوشیدی برای من، خودت آماده کردی با هم داستان کنیم. آره الان میام پایین. دیوس تو مگه داد و بیداد نمی کردی که از ارتفاع میترسیدی؟ چی شد الان اینجوری اومدی پایین؟ آقای کارگردان صحبت نکن، من هدف نداشتم تو زندگی. یعنی چی؟ الان یعنی این مسعود هدف تو شد؟ آقای کارگردان الان شما یه همچین داف اسمی برای شما کاستوم کنه هدف حساب نمیشه. خفه شو، من اصلا گو بخورم خودم واسه آماده کنم، من اصلا نمیدونم اینا رو کی تن من کرده، فکر کردم کار تو بود. مسعود یعنی تو به من خیانت کردی؟ من این کارو نکردم. فریبرز ببین من یه چیزایی یادم، آخرین بار تو یه سری کسر آوردی که بخوریم، بعد من از اون موقع از شبش تا حالا دیگه هیچ یادم نیست. آقای کارگردان راست میگی، منم همونو یادمه. چقدر اون کسرایی که میگی رو از کجا آورده بودی؟ نمیدونم، تو آزمایشگاه دودو بودم، بعد یه دونه ظرف بود روش نوشته بود مواد مخدر خیلی خیلی گرون، منم یه مشت برداشتم، بالاخره گرونه دیگه. فریبرز تو گفتی چیز خوبیه. آقای کارگردان من خودت یاد گرفتم، بهم گفتی هر چیزی که گرونه خوبه. آفرین آفرین، پس حتما چیز خوبی بوده. الو قربان چرا داد میزنی؟ ببخشید مگه شنبه قرار نبود من بیام؟ خب دیگه امروز هم که جمعه است. چی؟ امروز شنبه است؟ چجوری؟ چیز خیلی خوبی بوده. آقای کارگردان ما تو زمان سفر کردیم. کسچر نگو، ما 2 روز یادمون نیست، نه یه روز. واه فیلم سوپر زنده آقای کارگردان. عمو جانی چرا لباس منو پوشیده؟ اینا چرا با هم؟ وای چه روز خوبی امروز، هی داره بهتر و بهترتر میشه. پاشید بریم، من فیلم های دوربین مدار بسته رو یه نگاهی بکنم ببینم چه گویی خوردیم ما. خیلی خوب همینجاست، بذار یه ذره برم عقب‌تر.
آقای کارگردان زود بزن عقب، اسپول نکن بابا. یا برو گمشه پایین بینیم بابا، اینو فقط من باید بخونم. یای یه بتاقی یه دونه باش خدایی هم نداش بشنگه نداشتی نمیجنگه و بیش حساب و یه رنگه اسم منه اینا چشمان در فریاد میزنه توی تکانی ببینه بره شب میره راست میره دیده میبره حتی برم واسه یه دیدن اون مد میخرم داران ندارن آماش میذارن جز خودش با هیچ کسی کار ندارن برسه میدادم دیدم و به یکی دادم از بابا یه روزگاره بشینی زمین یه باره مثل خونه کسی نگاره سبمانی دوتایی یه دونه باشه خدایی هم نداش بشنگه با ایشکی نمیجنگه و بیش حساب و یه رنگه سبمانی دوتایی یه دونه باشه خدایی هم نداش بشنگه وحشتناک بود، خطرناک بود و دردناک و سوزناک. مسعود منو نگاه، این هاردو بر میداری میبری پرت میکنی تو دریا، دوباره از دریا درش میاری میسوزونی میاری اینجا خوردش میکنی پودرش میکنی میریزی تو سیگار میکشیش تا دود بشه بره هوا. فهمیدی یا نه؟ آقای کارگردان قشنگ بود که من ازش کپی میخوام. خفه شو، فقط خفه شو. هرچی آبرو و حیثیت قاشق جمع کرده بودیم اینجا ملاقه به گا دادیم. آقای کارگردان میگن این مسلمه کجاست؟ تو این فیلم هی دوره بر من بود، خیلی پسر خوبیه به نظر. ای وای مسعود ببخشید، فکر کنم من دیشب بهت خیانت کردم.